everybody, welcome again to our new lessons. In this lessons I'm going to teach you how to write and read in English. سلام خدمت فرد شما خوبان، امید است که جور صحتمند باشید. به درس جدید ما خوش آمدید. به این درس اساسی ما می‌آموزیم که چطور ما با انگلیسی نوشته بکنیم و چطور با انگلیسی بخوانیم. این خواست اکثریت دوستای ما میباشد. پس طی ویدیو ما میتوانیم که خواندن و نوشتن انگلیسی را یاد بگیریم. اگر بخوایم که خواندن و نوشتن انگلیسی را یاد بگیریم، ما 3 گام را باید در نظر بگیریم. یعنی ما توسط این 3 گام میتوانیم که خواندن و نوشتن انگلیسی را یاد بگیریم. گام اول ما باید حروف را بشناسیم که حروف بزرگ باشد، حروف کوچک باشد، حروف صدادار، حروف بی صدا، حروف نیمه صدادار. گام بعدی ما باید صداهای حروف را بفهمیم که بی صدای چرا میتسی و امثال هم و حروف ترکیبی را هم. گام بعدی و گام اخیری بسیار مهم هستند که ما بتونیم صدای زبر رو پیش و زیر خود تشخیص بدیم. اگر ما بخوایم که صدای زیر و زبر رو پیش خود تشخیص بدیم، معمولا اینها را از حروف صدادار به دست میاریم. به گونه ای که ای صدای زبر، ای آی صدای زیر و او یو صدای پیش به ما ifade میکنند. خب حالا چگونه میتونیم این 3 گام را در خواندن و نوشتن خود عملی بسازیم؟ پس بنابراین ما در این درس فقط ما تمرین خود به 2 کاتگوری تقسیم کردیم. کاتگوری اول ما چگونه اسمها را، اسم مکان، اسم اشخاص را به انگلیسی نوشته بکنیم و در گام بعدی چگونه ما جملات ساده را از فارسی به انگلیسی نوشته بکنیم، نه ترجمه. پس بیایم که شروع بکنیم از اسمهای خود. خب در این 5 اسم را که شما میبینید ما حروف زیر و زبر خود که نیاز هست ما تشخیص دادیم و این را از حروف صدادار به دست می آوریم. چگونه؟ بیاین که شروع بکنیم. اگر ما احمد را کار بکنیم، ما معمولا صدای الف از ای نوشته میکنیم، صدای ه را از اچ، به همین گونه صدای میم از ام، صدای زبر از ای و همچنان صدای دال از دی. پس ما میتونیم خوانده احمد به 2 هجا تلفظ بکنیم دوستان. اگر ما اینجا زبر نمی داشتیم یا زبر در نظر نبگیریم یا ندانیم که صدای زبر اینجا کجا هست، پس ما اینجا اشتباه نوشته میکنیم. پس زیر و زبر و پیش در فارسی بسیار مهم هست که ما در فارسی باید دوره تشخیص بدیم. مثال بعدی اگر ما مژده را کار بکنیم، ما چگونه میتونیم مژده نوشته بکنیم؟ صدای میم میتن برای ما ام، صدای پیش اینجا نیاز است واو نداریم مو، صدای پیش ما معمولا از او یا یو معمولا از او نوشته میکنن، صدای ژ را معمولا از زد اچ ifade میکنیم، صدای دال از دی و همچنان زبر نیاز است صدای زبر از ای. پس ما میتونیم خوانده مژده. اما ه دو چشمه را اخیرا معمولا تلفظ نمیکنیم. کسایی که نوشته کنن اچ اینجا هم درست است، کسایی که نوشته نکنن هم درست است. ما میتونیم صدا را ایجاد بکنیم مژده. به همین گونه اگر کابل را کار بکنیم، اینجا ببینید صدای کاف در انگلیسی برای ما که ifade میکند، صدای الف هم ای و همچنان صدای بی را بی و همچنان صدای پیش نیاز داریم بو. ما اینجا نداریم واو، بلکه صدای پیش از او و یو معمولا یو ifade میشن یا نوشته میشن و صدای لام. چرا ما نمیتونیم از او استفاده بکنیم؟ ما یک شیء داریم به نام عرف. اگر عرف از قبلا بر ما نوشته شده باشد، او جزء قانون شدن. معمولا از گذشته با یو نوشته کردن، یو هم صدای پیش میتن، پس ما هم همین قسم یو نوشته میکنیم. معمولا اسم بعدی را که داریم مصطفی، ببینید صدای میم ما معمولا از ام ifade میکنیم. اینجا مو پیش نیاز است صدای پیش از او و همچنان صدای صاد از اس، صدای توی را از تی. باز اینجا صدای زبر نیاز است، صدای زبر از چی ifade میکنیم؟ از ای و همچنان صدای ف را از اف و اینجا الف داریم. پس ما میتونیم که بخوانیم مصطفی. بسیار ساده و آسان. اگر ما زرغونه را در نظر بگیریم که چگونه ما میتونیم که زرغونه را نوشته بکنیم، پس اینجا ما صدای زال داریم، صدای زال زی ifade میکند، اینجا زبر نیاز است صدای زبر ای و همین گونه صدای ر، صدای غین جی اچ، صدای واو و همچنان صدای نون، بالاخره صدای زبر که ای میشن. ما میتونیم که بخوانیم زرغونه. پس به همین گونه شما حداقل 30 اسم اشخاص را و 30 اسم مکان را به فارسی نوشته بکنید. به همین گونه شما اول زیر و زبر پیش اونها را تشخیص بدین، بعد از اون به همین گونه شما تبدیل بکنید. گام بعدی ما چند تا جمله را که داریم، ما میخوایم که این جملات خود به انگلیسی نوشته بکنیم. فرض کنیم که یک هفته کیبورد فارسی شما حذف شده، همین کلمات فارسی تون به دوستان مسیج میکنین، تکست میکنین، همین رو به انگلیسی تایپ بکنین. چگونه ما میتونیم که این رو به انگلیسی نوشته بکنیم، نه به انگلیسی ترجمه؟ پس در این گام ما فقط خط خوانی نه بلکه خط نوشتن را یاد بگیریم. بعداً باز ما چگونه میخوانیم هم در این درس تمرین خواهد کردیم. اگر ما کلمه سلام در نظر بگیریم که چگونه ما شما سلام نوشته بکنیم، پس اینجا ما شما
زبر داریم دیگه، چیزی نیاز نیست. صدای سین، اس، صدای زبر، صدای لام، صدای الف، صدای میم. پس چه خوانده میشن؟ سلام. به همین گونه دوستان ما شما اگه صبح بخیر بخونیم، ما اینجا صدای صبح، صدای پیش نیاز داریم و همچنان اینجا صدای زبر نیاز داریم. صبح بخیر. صدای صبح ما شما صدای صوت اس میتیم، صدای پیش معمولا از او، صدای ب و همچنان صدای اچ میشن صبح. صدای ب و صدای الف میشن با، صدای خ که اچ و صدای خ زبر اینجا باز نیاز داریم که صدای زبر ا و صدای یا بالاخره صدای ر. پس میشن صبح بخیر. همین گونه ما شما اگر خوب هستی رو تبدیل بکنیم، ما اینجا صدای خ که اچ داریم، اینجا پیش نداریم بلکه واو داریم، صدای واو او و همچنان بی میشن خوب. حس زبر داریم دوستا، تی اینجا ما شما یا داریم نظر. پس این اگر کار بکنیم که صدای اچ چی میتن؟ صدای هر اچ و صدای زبر همچنان صدای سین ت و یا میشن خوب هستی. کجا می روید؟ پس اینجا کو یعنی صدای پیش نیاز است، جا می روید فقط ما پیش و زبر نیاز داریم. صدای زبر یا پیش اینجا پیش از او ما صدای کاف داریم که کاف شود، صدای پیش میشن او و همچنان صدای جیم، صدای ای میشن کجا می روید. صدای ام، صدای یا می، صدای را و همچنان صدای زبر و صدای واو می روید. وید صدای یا دبل ای که قوی باشد و صدای دال. پس اینجا میتونه خوانده که کجا می روید. اگر بگوییم که دیروز کجا بودید، این را چگونه ما شما به انگلیسی نوشته بکنیم؟ ما میتونیم گفته که صدای دال دی و صدای یا آی، صدای ر، صدای او و صدای زی میشن که دیروز. کجا را پیشتر کار کردیم، کاف یعنی که او ج ای میشن کجا. اینجا یک پیش نیاز داشتیم. بودید صدای ب، صدای واو، صدای دال، صدای یا، صدای دال. بودید اینجا زیر و زبر دیگر نیاز نیستن. پس اگر ما شاگردان درس خواندن این رو به انگلیسی نوشته بکنیم، صدای شین معمولا میگیم که اس اچ ifade میکنن، صدای الف هم ا و صدای گاف هم جی میشن شاگ. اینجا ما زر نیاز داریم. صدای زر معمولا گفتیم که از ای یا آی ifade میکنیم و صدای ر همچنان صدای دال، صدای الف، صدای نون میشن شاگردان. پس اینجا فقط یک زر نیاز داشتیم. درس اینجا ما معمولا صدای زبر نیاز داشتیم یا نیاز داریم که درس اگه نوشته بکنیم دی ای آر اس میشن درس. خواندن صدای خیر ما شما معمولا گفتیم که اچ ifade میکنن و صدای و معمولا او یا همچنان دبلیو صدای الف میشن خوا و همچنان نون دال. اینجا یک زبر نیاز است و بالاخره ما شما خواندن هم به همین گونه تمرین کردیم. فردا ما سمینار داریم. این چگونه به انگلیسی نوشته بکنیم؟ پس اینجا اول زر و زبرش تشخیص بدیم. فردا ما سمینار داریم. ان شاءالله که دیگر نیاز نخواهد بود. صدای ف میشن اف ای آر فر دی ای میشن فردا. ام ای ما سمینار اوکی داریم. این ساده بود. یعنی ما قدر نیاز به زر و زبر پیش نداشتیم. و همچنان اگر شما هم بیایید این به انگلیسی تبدیل بکنیم یا بنویسیم دوستان، معمولا ما صدای شین، صدای میم، الف میشن شما هم بیایید. خب شما مثلا اس اچ او میشن شو، ام ای میشن ما، شو ما هم. اینجا ما شما یک زبر نیاز داریم هم اوکی بیایید، بیایید، بیایید. پس ما اینجا زبر و زر و پیش نیاز نداشتیم دوستان. پس به عنوان جنبندی کلام خود که در درس ما چگونه نوشتن از فارسی به انگلیسی را خواندیم، بسیار ساده هست. معمولا تکرار کردیم که 3 گام را یاد بگیریم. خود حروف ما باید حروف را بدانیم، صداهای حروف را بدانیم و صدای زر و زبر و پیش که اکثریت دوستای ما از این ناحیه رنج میبرن، اینها را ما باید تشخیص بدیم. بعد از اون ما میتوانیم که بسیار ساده از فارسی به انگلیسی نوشته کنیم. و نگفته نباید گذاشت که دوستا ما وقتی که این کلمات یا اصطلاحات فارسی را به انگلیسی کار کردیم، این ترجمه نیست. معمولا ما همون جملات فارسی خود را به انگلیسی نوشته کردیم. اگر ما بخوایم که یعنی خط‌خوانی انگلیسی را بدانیم که چگونه باید بخوانیم، اگر فارسی از را خط بسازیم، خب پس حالا ما چی کار میکردم دوستا؟ ما فارسی اینها را حذف کردم. حالا ما کوشش میکنیم که این را به انگلیسی بخونیم. یعنی چگونه به انگلیسی میخونیم؟ ما داریم سلام، سلام،
صبح بخیر. خوب هستی؟ کجا می روید؟ دیروز کجا بودید؟ شاگردان درس خواندند. فردا ما سمینار داریم. شما هم بیایید. پس ما توانستیم در این درس که هم خواندن و هم نوشتن از فارسی به انگلیسی را یاد بگیریم دوستا. به عنوان جمع‌بندی کلام خود ما می توانیم گفته که در این درس ما فقط 3 گام را خواندیم که اساسی و مهم هست برای خواندن و نوشتن ما. شما شناختن حروف بزرگ، صدادار، بی صدا، همه‌شان صداهای حروف و زیر زبر پیش، به خصوص زیر زبر پیش بسیار مهم و اساسی هستند. اکثریت دوستای ما نمیدونن که صدای زیر زبر از چی باید ایجاد بکنیم. پس این حیله یا تریکی است که ما را میتواند به زودترین فرصت خط خوانی و خط نوشتن انگلیسی را یاد بدهد. تا دیدار بعد، بدرود.